الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام الموحدين الذي حكم بين الناس بحكم رب العالمين والذي بعث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 12 از آموزش کشف شبهات اهل بدعت در مسئله حکمی بغیر ما انزل الله است. کشف نمودن شبهات اهل بدعت در مسئله حکمی الله یا غیر الله سبحانه و تعالی. بله، ما تا اینجا به شما بیان نمودیم مسائل زیاده را در مسئله حکم نمودن به حکم الله و در حلقه گذشته بیان کردیم که حکم کردن به حکم الله این از توحید ربوبیت است و حکم کردن به حکم غیر الله این شکستن و نابود شدن توحید ربوبیت است. حالا باشد علاقه حکم را به توحید اسما و صفات ذکر میکنیم که حکم چی علاقه به اسما و صفات دارد. البته علاقه حکم به صفات الله سبحانه و تعالی از چند جهت ظاهر می شود و البته حکم الله سبحانه و تعالی این از اسماء الله، از توحید اسما و صفات است. حکم از توحید اسما و صفات است. اولا جهت اولی که میگیم الحکم والحاکم والحکیم، این هر سهش از نامهای الله سبحانه و تعالی است. حکم، حاکم، حکیم. الحکم، الحاکم، الحکیم از اسمای سبحانه و تعالی هست که مشتق از صفت حکم است. حکم این صفت است، این صفت الله است. حکم این صفت الله است. از همین حکم سه نام را الله به خودش اختیار کرده است: حکم، حاکم، حکیم. یخلق ما یشاء و یختار، هر چیزی که خواهد خلق میکند و هر چیزی را که خواهد اختیار میکند. از حکم به خودش سه نام را اختیار کرد: حکم، الحاکم و الحکیم، که از صفت حکم گرفته شده است. و البته این نام ها، این سه نام الحکم، الحاکم، الحکیم، این همش از نام های الله سبحانه و تعالی است که الله سبحانه و تعالی خودش را به این نام ها نامگذاری کرده است. اما بدانید که حکم، الحکم و التشریع قانون برآوردن، الامر امر و نهی کردن، التحلیل حلال کردن و التحریم حرام کردن، این همه کلمه های نامبر شده از صفات های الله سبحانه و تعالی است، از فعل های الله سبحانه و تعالی است که الله سبحانه و تعالی خودش را به همین فعل و به همین صفت وصف کرده است. خودش را گفته است که حکم از آن او است، حاکم او است، حکم او است، حکیم او است، التشریع از آن او است، امر از آن او است، نهی از آن او است، حلال کردن از آن او است، حرام کردن از آن او است. از همین جهت می بینیم که حکم علاقه شدید به اسما و صفات دارد و از اسما و صفات است. و جهت دوم می دانیم که و باید بدانیم البته که حکم، صفت الله سبحانه و تعالی لازم می شمارد و ضرور می داند که یک چند صفت های دیگری الله سبحانه و تعالی به وجود آید. حکم، این صفت الله، لازم می شمارد به وجود آمدن صفت های دیگری الله سبحانه و تعالی، بمانند صفت های الله سبحانه و تعالی، بمانند علم. البته حکم، این صفت الله، لازم می شمارد که علم به وجود آید. کسی که حاکم است عالم است. حکم لازم می شمارد که علم به وجود آید. حاکم کسی است که علیم است. و این چنین حکم لازم می شمارد که صفت قدرت به وجود آید، صفت غنی به وجود آید، صفت غنا، صفت قیومیه و صفت لطیف و صفت خبیر به وجود آید. کسی که
حاکم است او، کسی که حکم از آن اوست. علیم است، قدیر است، غنی است، قیوم است و حی القیوم اللطیف الخبیر است. از همه چیز باخبر است، مهربان است، زنده و پاینده است، بی نیاز است، قدرتمند است، عالم است، همه چیز را میداند و علیم است و انمین حاکم است. صفت حکم الله سبحانه و تعالی باقی مانده صفت ها را، این باقی مانده صفت ها را لازم میشمارد که موجود است. سبحان الله. پس هر کسی که این صفت ها را دارد مستحق حکم کردن است که این الله است. بجز الله هیچ کسی علیم نیست، القدرت تامه صفت ندارد، غنی و قیوم و لطیف الخبیر نیست. و این صفت هایی که ذکر کرده شد، علیم، قدیر، یا که القدرت و الغنی و القیوم و اللطیف الخبیر، این صفت هایی است که بجز الله سبحانه و تعالی هیچ کسی را صفت داده نمی شود. این صفت های خاص الله سبحانه و تعالی است. پس این حکم باقی مانده صفت ها را لازم و شمارد که به وجود آید. پس حکم به صفت های الله سبحانه و تعالی علاقه زیچ دارد. علاقهش با مطابقت، تضمن و تلازم دیده می شود. سومین جهت و با سومین راهی که بیان میکنیم که حکم از اسما و صفات است، این است که حکم این از افعال الله است، از ربوبیت الله است و حکم یک فعل الله است. بدانید که ربوبیت الله در بالای در مدار سه چیز است، سه افعال الله است. یعنی ربوبیت الله در بالای سه فعل الله به وجود می آید. التدبیر یکی از اونها، تدبیر و خلق، ملک، تدبیر و خلق یکیش، دومینش ملک یعنی پادشاهی، سومینش امر و تشریع و حکم، امر کردن، حلال و حرام، قانون برآوردن، حکم کردن. یعنی ربوبیت الله از همین سه چیز به وجود می آید. تدبر کردن و تدبیر کردن و خلق کردن یکمش، پادشاه و مالک این آسمان و زمین و هر چیزی که در بین این است این دومینش، سومینش امر و نهی، قانون برآوردن و حکم کردن. پس الله سبحانه و تعالی این خودش تدبر کننده و تصرف کننده در ملکوت زمین و آسمان است و حکم این از ربوبیت الله، از صفت الله هست و حکم علاقه زیچه به اسما و صفات و از اسما و صفات است. و چهارمین راهی که بیان میکند که حکم این از صفت الله سبحانه و تعالی است، این است که خود حکم از صفت رب است، از صفت الله سبحانه و تعالی است که هیچ کسی به این شریک شده نمیتواند. حکم این صفت الله است که هیچ کسی به این صفت الله همراه شده یا شریک شده نمیتواند. چخیلی که الله سبحانه و تعالی در سوره کهف آیه 26 میگد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا یشرک فی حکمه احد. هیچ کسی را در حکم الله شریک قرار ندید. حکم همش از آن الله است. این الحکم الا لله، حکم نیست مگرم بجز حکم الله، یعنی تمام حکم از آن الله است. سوره یوسف آیه 40. الله سبحانه و تعالی تنها خودش را به حکم ذکر کرد و گفت که حکم همش از آن الله است. پس هیچ حاکمی با همراهی الله وجود ندارد، هیچ حاکمی بجز الله وجود ندارد. یگان حکم به مانند حکم الله وجود ندارد. الله سبحانه و تعالی در سوره مائده آیه 50 میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم افحکم الجاهلیت یبغون. آیا حکم جاهلیت را میخواهید؟ یعنی غیر حکم الله دیگر حکم هایی که بشر میسازند این حکم جاهلیت است، این حکم طاغوت است. و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. و کیست زیباتر از این که از حکم الله زیباتر حکم میکند؟ و من احسن، و کیست زیباتر از آن، از این که مثل الله حکم بکند یا که از الله دیده زیباتر حکم میکند؟ کیستون؟
این چنین انسانی وجود ندارد که مثل الله یا زیباتر از الله حکم بکند. حکم این خاص الله سبحانه و تعالی است و از صفات الله است. پس هر کسی که دعوا بکند، ادعا بکند که او حکم میکند به غیر حکم الله، پس اون مشرک شده است در توحید اسما و صفات. پس هر کسی که به نفس خودش حکم کردن را جایز میداند، قانون برآوردن را جایز میداند، خودش را حاکم قرار داده است با همراهی الله. هر کسی که قانون برآوردن را جایز میداند، خودش را قانون برار و مشرع با همراهی الله برآورده است و خودش را به مانند الله سبحانه و تعالی قرار داده است و صفت الله را به خودش قرار داده است و کفر ورزیده است به قول الله سبحانه و تعالی که در سوره شورا آیه 11 الله میگه لیس کمثله شیء، هیچ کسی مانند الله نیست، هیچ کسی به مانند الله حاکم نیست، هیچ کسی به مانند الله قانون برار نیست. حکم همش از آن الله است. ولم یکن له کفوا احد، و هیچ کسی به الله برابر شده نمیتواند. پس هیچ کسی حق ندارد که خودش را حاکم بگوید و به حکم غیر الله حکم بکند. هیچ کسی حق ندارد که قانون بجز قانون الله برارد، صادر بکند. این انسان مشرک شده است در توحید ربوبیت، خیلی که در حلقه گذشته گفتیم، و این انسان مشرک شده است در توحید اسما و صفات، خیلی که حاضر بیان کردیم، و این انسان مشرک شده است در توحید الوهیت که خیلی که در حلقه آینده بیان میکنیم. پس بدانید که حکم این از صفات های الله است، از صفات الله است، از فعل های خاص الله است که بجز الله به کسی دیگری این حکم را همچون صفت داده نمیشود. چگونه که صفت خلق، صفت رزق، صفت احیا کردن، این همه از خاصیت الله، از خاص الله سبحانه و تعالی است، این چنین صفت حکم از آن یگانه الله است. پس انا از اینجا میفهمید که هر کسی که به حکم غیر الله حکم کرد یا که قانون به هوای و هوس خودش مخالف قانون الله صادر کرد و قانون برآورد، این به شرک واقع شد و مشرک شد در صفت، در صفت حکم. مشرعون یعنی قانون برآورها، قانون برارها در پارلمانت ها نشسته ها، حاکم هایی که به حکم غیر الله و رسولش حکم میکند و صاحبان این قانون های گذاشته شده، دموکرات، لیبرالی، علمانی و غیره، قانون های مشرکی، اینها همه اشان مشرکند در باب اسما و صفات، چگونه که حالا به شما معلوم شد، و در باب توحید اسما و صفات و در توحید ربوبیت که در حلقه گذشته بیان شد، و این چنین در باب توحید الوهیت مشرکند. پس هر کسی که حکم بغیر ما انزل الله را انجام بدهد، هر کسی که حکم بکند به حکم غیر الله و رسولش، به تحقیق کفر ورزیده است، به اسم الله سبحانه و تعالی، به صفتش این حکم و به بزرگی این صفت قائل نشده است. از همین جهت فهمیده می شود که هر کسی که به حکم غیر الله حکم کرد، به حکم غیر الله اراده کرد، قانون برآورد، مشرع شد در توحید اسما و صفات، نیز مشرک شده است. و باذن الله سبحانه و تعالی در حلقه آینده علاقه حکم به توحید الوهیت را بیان میکنیم و بیان میکنیم که چگونه حکم الله و رسولش به توحید الوهیت داخل می شود و علاقه دارد. و هر کسی که توحید الوهیت را بگوییم حکم کردن را ترک بکند، حکم کردن به حکم الله را ترک نماید و به غیر حکم الله ترک، یعنی حکم میکند، این در توحید الوهیت مشرک می شود. و البته حالا که نظر کردم که ما تقریبا 15 دقیقه صحبت کردیم، مختصرا یک باره علاقه حکم به توحید الوهیت را ذکر میکنیم. توحید الوهیت یعنی توحید عبادت، الوهیت یعنی عبادت.
برای همین این توحید را در یکی از نامهایش توحید عبادت می نامند یا که توحید العباد می نامند. یعنی فعلهای بنده ها، آنی که بنده انجام می دهد، فعلهایی که بنده انجام می دهد نسبتی الله، فعلهایی که الله سبحانه و تعالی یگانه به الله انجام می دهد. حکم کردن، تحاکم یعنی طلب حکم کردن، مراجعت کردن به محکمه های یعنی الهی، به محکمه هایی که حکمش حکم الله و رسول است، این البته توحید است و این از توحید الوهیت است. و هر کسی که حکم میکند به حکم الله، مراجعت میکند به محکمه های شرعی، به محکمه که با قرآن و سنت است، این فعلش عبادت است. این فعلش عبادت است و این عبادت داخل می شود به توحید الوهیت. هر عملی که عبادت است داخل می شود به توحید الوهیت، برای که توحید الوهیت این توحید عبادت است. پس حکم کردن و مراجعت کردن به محکمه اگر این عبادت باشد، ما باید این عبادت را تنها به الله انجام بدید و به من شما فرض عین است و واجب است که تنها به حکم الله حکم بکنیم و تنها به حکم الله مراجعت بکنیم. سبحان الله، چگونه که بجز الله دیگر اله را عبادت نمی کنیم، چگونه که بجز الله از دیگر دعا نمی کنیم و طلب نمی کنیم، این چنین باید تنها به حکم الله حکم بکنیم و بجز به حکم غیر، یعنی بجز حکم الله به دیگر حکم راضی نشویم، به حکم غیر الله راضی نشویم، حرکت به سوی غیر حکم الله نکنیم، طرفداری غیر حکم الله نکنیم. چگونه که دعا از غیر الله نمی کنیم، سجده به غیر الله نمی کنیم، این چنین مراجعت به غیر حکم الله نکنیم، طرفداری حکم غیر الله نکنیم، حکم به غیر حکم الله نکنیم. از همین جهت حکم این از توحید الوهیت است. حکم کردن به حکم الله، مراجعت کردن برای به محکمه های شرعی اسلامی قرآن و سنتی، این عبادت است. پس اگر ما حکم را به حکم غیر الله انجام بدیم و به محکمه های غیر شرعی مراجعت نماییم، در عبادت شرک را انجام دادیم. حالا باشد به شما با یعنی راه های دیگر بیان میکنیم که حکم از توحید الوهیت است. حکم کردن به حکم الله از توحید الوهیت است. هر کسی که به حکم غیر الله حکم میکند، این مشرک در توحید الوهیت است. هر کسی که اراده حکم غیر الله میکند، کوشش میکند که حکم غیر الله تطبیق بشود، این مشرک در شرک اراده شده است. یکمین، الله سبحانه و تعالی حکم را، یعنی حکم کردن به حکم خودش را، اون حکمی که در قرآن و سنت ذکر شده است، این را عبادت ذکر کرد. چگونه که در سوره یوسف ذکر شده است و گفت این الحکم الا لله، بجز حکم الله دیگر حکم وجود ندارد. امر الا تعبدوا الا ایاه، الله امر میکند که عبادت نکنید بجز الله ذات دیگری را، یعنی در حکم الله حکم کسی دیگری را شریک قرار نسازید. اگر حکم کسی دیگری را، حکم دموکراتی، حکم لیبرالی، علمانی، سکولاریستی و دیگر حکم ها را به حکم الله شریک قرار دادید یا قبول کردید، این حکم ها را، شما دانید که حکم دیگری را به حکم الله شریک قرار دادید و مشرک شدید. انا از این راه شما میفهمید که حکم این عبادت است و حکم غیر الله را انتخاب کردن و اراده کردن و قبول کردن این شرک است، چرا که عبادت را به غیر الله انجام داده است. دومین، حکم نمودن به حکم قرآن و سنت را الله دوست می دارد و الله امر کرده است که ما باید به حکم الله و رسولش حکم بکنیم و الله از همون بنده های راضی می شود که به حکم الله و رسولش حکم بکند.
و این حقیقت عبادت است. حقیقت عبادت همین است که الله عبادت را دوست می‌دارد، الله به عبادت امر کرده است و الله از عبادتی که امر کرده است از انجام اون راضی می‌شود. حکم هم عبادت است، از توحید الوهیت است. حکم کردن به حکم الله و رسول را الله امر کرده است، الله دوست می‌دارد حکم کردن به حکم الله و رسول را و الله از چنین انسان‌ها راضی می‌شود. پس هر کسی که به حکم غیر الله و رسول دست زند، الله اون را بد می‌بیند، دوست ندارد، غضبش می‌آید و الله از این عمل نهی کرده است و الله از این نمود انسان‌هایی که حکم غیر الله را می‌خوان راضی نمی‌شود، چرا که اون مشرک هم در توحید الوهیت و ربوبیت و اسماء و صفات است. سومین راهی که بیان می‌کنیم این است که الله سبحانه و تعالی حکم کردن به حکم غیر ما انزل الله را، حکم کردن به حکم غیر قرآن و سنت را، یا که مراجعت کردن به محکمه هایی که به غیر قرآن و سنت حکم میکنند، این را شرک نامیده است. سبحان الله، جایز نیست که یک انسان مراجعت بکند به محکمه های غیر شرعی. همان زمان انسان مسلمان می ایستد و مشرک نمی شود که مشکلات خودش را، تمام کمبودی هایی که در بین انسان ها می شود از نزاع و اختلاف و غیره، به محکمه های شرعی، به محکمه هایی که الله ساخته است مراجعت بکند. تحاکم کردن به سوی غیر الله این شرک است. مراجعت کردن به محکمه هایی که غیر قرآن و سنت، به غیر قرآن و سنت حکم میکنن، این شرک است. پس هر کسی که به سوی محکمه وضعی مردم گذاشته، این روز ساخته، طاغوت ساخته، قانون هایی که امروز از لیبرال دموکراتی کمونیستی و غیره ساخته است میرود و مراجعت میکند به محکمه هایی که حکمش به غیر حکم الله است، حکمش به غیر ما انزل الله است، تحاکم به سوی این حکم میکند، پس این انسان مشرک است در الوهیت. در الوهیت مشرک است. هر کسی که حاکم است در این محکمه مشرک است در ربوبیت و هم در الوهیت. سبحان الله، دلیل در این مسئله زیاد است. الله سبحانه و تعالی میگوید در سوره نساء 60: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. آیا ندیدی آن انسان‌های را که خود دعوا میکنند که ما مسلمان هستیم، ایمان به الله آوردیم، ایمان به آنچه آوردیم که به تو نازل شده است، به قرآن ایمان آوردیم و ایمان به کتابایی که بیش از تو نازل شده است آوردیم، اما بعد از این میخواهند که تحاکم بر طاغوت بکنند، یعنی مراجعت به محکمه هایی بکنند که بغیر ما انزل الله حکم میکند، در حالتی که الله امر کرده بود که به این چنین محکمه ها کفر ورزید، به حکم غیر الله کفر ورزید، به محکمه هایی که بغیر ما انزل الله حکم میکند کفر ورزید، نروید. و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، و البته شیطان میخواد که این چنین انسان ها را گمراه بکند و گمراه کردن سختی. معنای آیت این است که یک طایفه از انسان ها بودند که میگویند که ما ایمان آوردیم به قرآن و به کتاب هایی که پیش از قرآن بود ایمان آوردیم، ما مسلمان هستیم میگفتند، اما بعد از این میخواستند که به حکم غیر ما انزل الله تحاکم بکنند، یعنی مراجعت بکنند به محکمه های غیر شرعی، به محکمه هایی که بغیر ما انزل الله، بغیر حکم الله و رسولش حکم میکنند مراجعت بکنند. این البته کفر است و شرک است که خود الله میگه. در سوره یوسف آیه 40 الله میگه این الحکم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه، همه حکم از آن الله است و الله امر میکند که بجز الله هیچ چیزی دیگری را عبادت نکنید، یعنی حکم این عبادت است. و مراجعت کردن به محکمه های غیر قرآن و سنت، مراجعت کردن به محکمه‌ای که بغیر ما انزل الله است، این عبادت کردن حکم غیر الله است و شرک است. الله در سوره مائده 44 میگوید و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، هر کسی که به حکم غیر الله سبحانه و تعالی، به حکم بغیر ما انزل الله یعنی حکم میکند، اینها کافران هستند. البته شیخ ابن تیمیه رحمه الله
و علمای نجد و اینچنین محمد ابن ابراهیم و ابن باز و غیره میگویند که کافرون در اینجا کفر اکبر است. الکافرون الف لام آمد. اصلی کفر در قرآن و سنت کفر اکبر است. وقتی که الف لام آمد کفر اکبر است. الکافرون، هر کسی که به حکم غیر ما انزل الله حکم میکند مطلقا این کافر است. و کدام وقت کافر نشدن یا کفر اصغر شدن، کفر دون الکفر شدن، ما در حلقه اول بیان نمودیم. یک پادشاهی که مسلمان باشد، خلیفه مسلمان ها باشد، 100% به حکم قرآن و سنت حکم بکند، دولتش دولت مسلمانی باشد، اما در یک مسئله خصوصی، در یک یا دو مسئله به خاطر خطاگی، شهوت، شهرت، رشوه به حکم غیر ما انزل الله حکم کند، این حکم دون الکفر است، حکمش کفر اصغر است. اما وقتی که مطلقاً به حکم غیر ما انزل الله حکم کند، این کفر اکبر است. الله سبحانه و تعالی در سوره توبه 31 میگه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. یهودها علمای خود، زاهدان خود، پیشوایان خود را به خودشان اله گرفتند، ارباب، رب خود گرفتند بجز الله سبحانه و تعالی. چرا؟ وقتی که اونها یک حرام الله را حلال گفتند، حلال الله را حرام گفتند، اطاعت کردند. اطاعت کردن به این حکمهای غیر ما انزل الله هم شرک است، شرک اطاعت است. پس هر کسی که حکم غیر ما انزل الله را، حکمهای مردم برآورده را، خواه حکم دموکراتی، لیبرالی، علمانی، سکولاریستی، کمونیستی، دیگر تمام نمود حکم قومی، ملتگرایی و غیره و غیره حکمها باشد، انسان قبول کند، اطاعت بکند، این شرکش در اطاعت است. شرکش در اطاعت است. مشرک در اطاعت کردن حکم غیر ما انزل الله شده است. چخیلی که الله یهود و نصارا را مشرک گفت وقتی که اونها علمایشان را پیرو شدند در حکم غیر ما انزل الله، این چنین مسلمان اگر به حکم غیر ما انزل الله اطاعت بکند مشرک میشود. الله سبحانه و تعالی خودش آشکار میگوید و این اطعتموهم انکم لمشرکون. اگر شما اطاعت بکنید کیها را؟ مشرکان را، قانونهای اونها را، نظامهای گذاشتن اونها را، حتما شما هم مشرک میشوید. سوره انعام آیه 121. در سوره شورا آیه 21 الله سبحانه و تعالی میگوید ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله. آیا شما شریکای دارید؟ آیا شما یگون اله دارید؟ یگون معبودی دارید که برای شما جایز دانستند، اجازت دادن که غیر دین الله دیگر قانونی را بسازید که الله اجازت نداده است؟ البته ممکن نیست. هیچ کسی وجود ندارد که بگوید که با مرحمت قانونی بسازید که مخالف قانون الله باشد، حرام الله را حلال بکند و حلال الله را حرام بکند، بسازید، تطبیق نمایید. ما طرف داریم این چنین هیچ کسی گفته نمیتواند و هر کسی که میگوید این مخالف قرآن و سنت، مخالف الله و رسولش و دینش و مخالف توحید ربوبیت و مخالف توحید الوهیت و مخالف توحید اسما و صفات برآمده است و مشرک است و کافر است. بارک الله فیکم. با همین این حلقه رو به پایان میرسانیم و باذن الله سبحانه و تعالی در حلقه آینده علاقه حکم کردن به حکم الله به عبادت و علاقه حکم نمودن به حکم الله و رسولش به کلمه شهادت و دیگر علاقه حکم نمودن به حکم الله و رسولش به شهادتین یا به اسلام و ایمان و دیگر چیزها را بیان خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.